من اومدم تیشرتمو عوض کنم یه دفعه دیدم یه چیز وحشتناکی، نمیدونم حالا یه دفعه خورد تو ساختمون. همین که شیشه هامون خورد شد، کف ساختمون یه دفعه آوار شد رو به پایین. خانومم و دخترم رو دیگه ندیدم. من نظامی نبودم. میتونید برم بپرس. من نظامی نبودم. من کارم آزاده. پاسخی که در خورش باشه. زن و بچه مردم بیگناه نکشت. زندگیم 42 سال زندگیمون نابود کرد. بعد دیگه ساعت 1 صبح بود که تماس گرفتن، گفتم وارد ساختمان موشک اصابت کرده. من صبح که اومدم دیدم همه چیز تخریب شده. اینجا اتاق خوابمون بود، اینجا اتاق دخترم بود که کامل تخریب شده، آشپزخونه‌ام کامل تخریب شده. یه قسمت از حال فقط باقی مونده. ما نه سیاسی بودیم نه نظامی بودیم، شهروند عادی بودیم. من با جنگ اصلا مخالفم. من از جنگ بدترین چیزه برای مردم. آخه چرا؟ من دوست دارم این زندگی باشه. بعد از 70 سال زندگی، 45 سال زندگی مشترک،